جمله خوب گوش بکنین، خیلی جالب است. شیطان به چهره انسانهای متفاوت، اشیای متفاوت در امتهای پیشین دیده میشد. علامه فقیه ابولیث سمرقندی رحمت الله علیه می آورد که مرد از شیطان پرسان کرد که ای شیطان، من دوست دارم مثل تو باشم، من دوست دارم مثل تو باشم، چی کار کنم که مثل تو شوم؟ شیطان برش گفت که تو چقدر بدبخت هستی، این اولین نفر است که چون این درخواست از ما کرده، تو میخوای مثل من باشی؟ گفت بله من میخوام مثل تو باشم، چی کار بکنم؟ شیطان گفت جدی؟ گفت بله جدی هستم، میخوام مثل تو باشم. گفت نماز نخوان، اول کاری که میکنی نماز نخوان، از ما پستر میشی، من خیلی غنیمت هستم، نماز نخوان از ما پستر میشی، رتبه بالاتر از ما پیدا میکنی. و دوم هر جایی که خوشت آمد، راست بود دروغ بود قسم بخور، هر جایی که راست بود و دروغ بود قسم بخور. این مرد به شیطان گفت به خدای آسمان ها قسم است که من تعهد میکنم به پروردگارم که هرگز نمازش را ترک نکنم. چرا؟ من دنبال این میگشتم که پیدا کنم رضای خدا را و خشم تو شیطان را.